بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، امروز همراه شما درباره دو دعای پیامبر یا دو دعایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما آموزانیدند که یکی را در وقت رفتن از خانه، سفر کردن به اهل خانواده خود بگوییم و دیگری را در وقت مسافر را گسیلانیدن بگوییم که پیامبر صلی الله علیه و سلم هم خودشان در وقت گسیلانیدن مسافر این دعا را میگفتند. صحبت میکنم ان شاء الله و این چنین درباره تاثیر این دعا. و عزیزان، مشکلی ما در این است که هرچی از کتاب و از اصل دین دور شدیم، از سنت و از قرآن دور شدیم، به جای دعاهایی که از پیامبر آمده است، دعاهایی که از بابا و اجدادان ما حتی به شرک آمیخته است، در دهان اکثریت دور میزند. و کم نیستند نفرانی که در وقت گسیلانیدن مسافر به جای دعاهای از پیامبر آمده را بگویند، میگویند امام اعظم مددت کند، فلان اولیا تربیتگر تو باشد، مثلا خوجه خضر با تو باشد. یعنی کلمه‌ای که کلا شرک است، شرک اکبر بر الله هست و به جای محافظت کردن مسافر بلای هست برای گوینده این دعا و برای خود مسافر. و بیاید از اینکه ما خیلی زیاد مسافرت داریم و مسافر داریم، علل خصوص تماشابینان کانال ما، کانال راه نور که اکثریت مسافر هستند، بیاید ببینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای مسافر و در وقت سفر به ما چی دعای را آموزانده بودند. حدیث در مسند امام احمد است، از ابو هریره روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی میخواهید سفر کنید یا وقتی کسی از شما میخواهد سفر کند، این دعا را به خانواده اش بگوید. یعنی وقتی شما میخواهید به سفر برایید، با خویش و تبار خود این گونه خیر و خوش کنید، این گونه خیر خوش کنید. و در دوامش میگویند به آنها بگوید استودعکم الله الذی لا تضیع ودائعه، استودعکم الله الذی لا تضیع ودائعه. من شمایان را به امانت الله میسپارم که او هرگز امانت ها را یا هر چیزی که به پناه او داده شد ضایع نمی کند، به حالش نمی گذارد، بی پناه نمی ماند. در حدیث دیگر در مسند امام احمد آمده است که میگویند صلی الله علیه و سلم وقتی شما چیزی را به پناه الله دادید، الله آن را البته حفظ میکند، الله آن را البته حفظ میکند. و این دعا که استودعکم الله الذی لا تضیع ودائعه یا کم الله، اگر برای اهل بیت بگویید که من شمایان را به پناه الله میسپارم که او به پناهش گذاشته ها را، آنی که به او سپاریده شد اصلا به حالش نمیماند، محافظتش میکند، یقین بدانید که الله حفظ میکند خویش و تبار شما را، اهل خانواده شما را. و پیامبر صلی الله علیه و سلم چه خیلی گفتم، میگویند به پناه الله سپاریده چیزها ضایع نمیشوند، آنها پراکنده و نابود نمیشوند، الله آنها را نگه میدارد. و این دعایی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقت رفتن از خانه برای اهل بیت خود بگوید. میگویند کدام از ما وقتی ما سفر میکنیم از خانه میبرایم، این دعا را به اهل خانواده خود میگوییم، حتی سفر یک روزه دو روزه باشد، حتی یک ساعته دو ساعته باشد، کدام ما این دعا را به اهل خانواده خود گفته میرویم. و دعای دیگر که پیامبر صلی الله علیه و سلم علل خصوص وقتی کسی به مسافرت می رفت، از روی خاکساری دستی او را می فشردند، سر نمی دادند، اول این دعا را می گفتند و بعدا سر می دادند. این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم می گفتند استودع الله دینک و امانتک و خواتم عملک. من به الله دین تو را و امانت های تو را و عاقبت امر تو را، عاقبت کار تو را می سپارم. یا خود من به امانت الله، به پناه الله، هم دینت را، هم امانت هایت را، هم عاقبت کارهایت را می سپارم گویان ویدا می کردن. یعنی دست مسافر را می گرفتند و همین گونه گسیل می کردن. یا که اگر لشکر را به جای فرستانند هم همین دعا را برای جمع لشکران اسکران خود مجاهدین میگفتند. عبدالله ابن عمر هم وقتی کسی را گسیلانیدنی میشدند میگفتند به من نزدیک شو برایت دعای را بگویم که پیامبر برای مایان وقتی به سفر میبر آمدیم میگفتند. و به او میگفتند
استودع الله دینک و امانتک و خواتم عملک. انشالله هم عربیش هم با کریلی تاجیکی نوشتهش رو من زیر همین نوار میگذارم. معنای این دعا چی است عزیزان؟ من دین تو را به پناه الله میسپارم. بگذار الله دین تو را حفظ کند. چقدر مسافرانی هستند که بعد از سفر دینشان ضایع می شود. آنها دیگر فراموش می کنند که مسلمان هستند. بالایشان فرضهای الله هست. با مجرد سفر از خود می روند. یعنی نفران زیادی هستند که سفر آنها را به جای تقوا بخشیدن و به تقوایی روانه کرده است. شخصان زیادی رو من و شما میشناسیم که سفر کردن، 1 سال 2 سال خوب بودن، بعداً به دنیا داده شدن. بعضی ها حتی به گناه و بر حرامخوری و فریبگری داده شدن. دیگر آنها پیشتر نیستند. و پیامبر اولا چی میگفتن برای مسافر؟ استودع الله دینک. من به الله دین تو را میسپارم. من به الله، به حفظ الله دین تو را میسپارم که الله خودش دین تو را حفاظت کند. الله نگهبان دین تو باشد که یکی بروی و از دین دور نشوی. الله خودش دین تو را نگهبان باشد. دوم امانت، که امانت های تو را، آنه که در خانه ات میسپاری، جانت امانت هست، خیش و تبارت امانت است، مالت امانت است، هر چی تو داری آن امانت است. من امانت های تو را هم به دست تو نه. خیلی که ما میگیم خودت را احتیاط کن، فرزندانت را احتیاط کن، نه، بگذار الله احتیاط کند امانت های تو را، مال تو را، جان تو را، فرزندان تو را، آنچه که امانتی تو هست. و خواتم عملک، سبحان الله، و عاقبت امر تو را. میدونیم که یکی از سرهای پنهانه که باید نگران شویم این که عاقبت ما چی می شده باشد. چه خیلی گفتم برادران بودند، خواهران بودند که برایشان امید زیاد بود با یک سفر کردن و یک کم دنیا برای آنها درهایش را باز کردن، یک بار تغییر یافتند. یک بار فراموش کردند که کی هستند، هدفشان چی هست، چی باید کنند، چی باید بکنند که نکردند و کردنی هم نیستند. و الله و پیامبر الله صلی الله علیه و سلم میگویند من خاتمه کارهای تو را به الله میسپارم. بگذار الله خودش تو را عاقبت به خیر کند. خاتمه کارهای تو بگذار در حفظ و در کفالت الله باشد که تو را الله اصلا به گمراه شدن یا که به نابودی نبرد. یعنی خاتمه عمل عزیزان از مهمترین چیز است که باید از آن نگران باشیم. ما همیشه دعا کنیم برای آن که با خاتمه اعمال اساس زندگی ما در عاقبت، در آخرت ببخشید شروع می شود و به آن وابستگی دارد. و این 3 چیز را پیامبر صلی الله علیه و سلم به مسافر می گفتند: استودع الله دینک و امانتک و خواتم عملک. و اکنون عزیزان ببینید که برای مسافران چی ها میگوییم و این گونه اینقدر دعایی هست از پیامبر صلی الله علیه و سلم که چه خیلی گفتم در دعای در حدیث دیگر میگویند این گونه به الله سپارید و یقین بدانید که الله ضایع نمی کند، الله نابود نمی کند. حتی میتوانیم این دعا را برای خود بخوانیم: پروردگارا استودع نفسی لک، پروردگار من خودم را به پناه تو میسپارم، من دینم را، فرزندانم را، مالم را، عاقبتم را به دست تو میسپارم، تو نگهبان باش. همه چیز را میتوانیم. عزیزان در خاطرم از چند سال پیش با خواهر در درس یکی از استادها که تا نصفه شب دوام میکرد اشتراک میکردیم که باره به من گفته بود که میدانی همین روز گذشته پسرچه خوردیم رو من به نزد کسی امانت مانده آمدم. خیلی یکی دلم شور زد یا گفتم دلم از چیزی بدی گواهی داد. یک بار همین دعا رو خواندم که پروردگارا همین کودکم را من به پناه تو سپاریدم، خودت نگهبانش باش. وقتی برگشتم به خانه و برای گرفتن کودکم رفتم، خواهری که کودک مرا مینگشت گفت معجزه شد، نزدیک بود کودک تو از تیرزه به پایان بیافتد، ولی چیزی شد که من زود آمدم و قپیدم، یعنی زود آمدم و داشتم وگرنه از بلندی به پایان می افتید. بعد از این میگوید این دعا یک معجزه دارد. وقتی که به پناه الله میسپاری آرامشی هست و هم به پناه کسی میسپاری که هیچ پناه دهنده مثل او نیست.
و عزیزان این دعا رو هر یکی ما باید بدانیم. در وقت رفتن از خانه، در وقت کسی رو گسیل کردن، علل خصوص مادران حتی فرزندان رو وقتی به مکتب گسیل میکنیم باید بگوییم، نگوییم که خودت رو احتیاط کن، برادرت رو احتیاط کن، خواهرت رو احتیاط کن، نه، بگذار الله تو رو احتیاط کند. الله هم من فرزند خود را به حفظ تو می سپارم، به پناه تو می سپارم. این تو هستی که پناه دهنده هستی که اصلا آنهایی که در پناه تو هستند آنها را به حالشان نمیگذاری. قدرت تو، قوت تو، نگهبانی تو بالای تمام مخلوقاتت پیروز است. این بود عزیزان صحبت کوتاه من و چه خیلی گفتم. خیلی امیدوار هستم که هر دو دعا را حفظ کنیم و در زندگیمان عملا استفاده کنیم. و من هم برای شما دعای پیامبر را میگویم: استودع الله دینکم و امانتکم و خواتم عملکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.